سلام، دکتر مهدی ایزدی هستم، متخصص پوست. بیاید یه صحبتی امروز داشته باشیم در مورد کاربرد بوتاکس در غیر از جاهایی مثل پیشونی، خط عق و دور چشم. یکی از کاربردهای بوتاکس این هستش که این خطوط ماریونت یا خطوطی که از گوشه لب‌ها به سمت فک تحتانی میرن رو میتونه کم بکنه. این خطوط برای چی ایجاد میشن؟ این دو تا خطی که اینجا ایجاد میشن دو تا دلیل دارن. یکی اینکه با افزایش سن بافت‌های اطراف دهان تحلیل میره، کم میشه، و دوم یه عضله ما اینجا داریم به نام عضله پایین کشنده گوشه لب که وقتی این عضله فعال میشه، لب رو پایین میکشه، این خطوط ماریونت هم عمیق‌تر میشن و درش باعث میشه ظاهری عبوس‌تر و غمگین‌تر پیدا بکنیم. ما با بوتاکس چیکار میکنیم؟ ما با بوتاکس میایم این عضله یعنی پایین کشنده گوشه لب رو فلج نیمه کامل میکنیم، میتونیم باعث بشیم خط ماریونت کم بشه. دقت کنید، برای این کار یه تزریق کوچولو لازمه. همین ناحیه باید عضله دیده بشه، تزریق داخل عضله باید انجام بشه. معمولا اثر تزریق 2 تا 3 هفته بعد ظاهر میشه، 2-3 ماه هم بیشتر نمیمونه. وقتی تزریق بوتاکس رو انجام دادید، خطوط ماریونتتون کم میشه، کمتر میشه، کامل از بین نمیره، یه مقدار گوشه‌های لب بالا میره، حالت بهتری پیدا میکنه و در کل چهره موقع اخم کردن وضعیت بهتری پیدا میکنه. این روش تزریق بوتاکس عارضه زیادی نداره اگر درست تزریق بشه. دقت کنید، بعد از اینکه تزریق انجام شد ممکنه تا 1-2 هفته خیلی راحت نتونید آب رو از دهنتون به بیرون بپاشید، یا گاهی اوقات موقع غذا خوردن غذا روی فک تحتانی و لثه‌تون بین فک تحتانی و لثه گیر بکنه. غیر از این اگه درست تزریق بشه عارضه دیگه نداره، میتونه ظاهر صورت رو بهتر بکنه.